میخوام امروز راجع به لایه‌های لوله گوارش باهاتون حرف بزنم. سلام به کنکوریای عزیز. نیما شاه حسینی هستم، دانشجوی پزشکی سراسری و بدون سهمیه و مدرس حرفه‌ای زیستشناسی و مشاور تحصیلی. اینجا کانال یوتیوب منه و توش قرار راجع به نکات زیست، مشاوره زیست و تست زیست باهاتون به صورت حرفه‌ای حرف بزنم. پس حتما کانالمو سابسکرایب کنید، برای رفیقاتون بفرستید، اون زنگوله رو هم بزنید که به محض اومدن ویدیوی جدید بتونید خبردار بشید. نکته‌ای که وجود داره، ما توی شکل‌ها توی پزشکی دو تا مبحث داریم، یکی آناتومی، یکی بافت شناسی. آناتومی میشه نگاه ماکروسکوپیک، یعنی نگاه بزرگی، نگاهی که بیرونه. مثلا اینکه آقا کبد سمت راسته، مثلا معده سمت چپه. این میشه آناتومی دستگاه گوارش. حالا اگه ما بخوایم خود لوله گوارش رو ریز بشیم، با میکروسکوپ توش بریم که میشه نگاه میکروسکوپیک، میشه بافت شناسی، یعنی بافت این لوله رو بررسی کنیم. آناتومی و بافت شناسی خودشون واحدهایی هستن اصلا توی پزشکی که به طور اختصاصی قسمت‌های مختلف بدن رو بررسی میکنن. حالا ما امروز میخوایم راجع به لایه‌های لوله گوارش یعنی بافت لوله گوارش باتون حرف بزنیم. اول از همه سوال من اینه که لوله گوارش اصلا چیه؟ کیا میدونن؟ اول اینو استوب کن، جوابشو بده، بعد بیا سراغ ادامش. ببین، لوله گوارش اسمش روشه، یعنی یک لوله است که برای گوارش تنظیم شده. گوارش 4 تا عمل داشت: هضم، در واقع بلع، هضم، جذب و دفع. پس این لوله گوارش برای این 4 مرحله تنظیم شده. به خاطر همینه که قسمت‌های مختلف لوله گوارش شکل‌های مختلفی گرفته، ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و اسمای مختلف. مثلا مری مربوط به بلع میشه، معده و ابتدای روده باریک مربوط به هضم میشن و روده باریک مربوط به جذب و روده بزرگ و مقعد مربوط به دفع میشن. به طور کلی این لوله شامل دهان، حلق، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ و مقعد میشه. پس کبد، صفرا، پانکراس و غدد بزاقی جزء لوله گوارش نیستن، اما جزء دستگاه گوارش هستن. در واقع دستگاه گوارش میشه لوله گوارش به علاوه کبد، صفرا، پانکراس و غدد بزاقی. خب ما میخوایم این لوله گوارش رو بررسی کنیم، لایه‌هاش رو. به طور کلی از درونی ترین لایه که میشه به سمت حفره لوله گوارش تا بیرونی ترین 4 لایه داریم. داخلی ترینش میشه مخاط. زیرش یه چیزی وجود داره به نام زیر مخاط. دوباره قسمت خارجی ترش میشه ماهیچه و قسمت بیرونی هم اسمش روشه، لایه بیرونی. پس شد مخاط، زیر مخاط، ماهیچه‌ای و بیرونی. دونه دونه اینا رو میخوایم براتون باز کنیم. میریم سراغ قسمت اول. قسمت اول میشه مخاط. مخاط خودش 3 تا بخش داره. یه بافت پوششی داره، یه بافت پیوندی سست داره و یک ماهیچه نازک داره که ما بهش میگیم ماهیچه مخاطی. این بافت پوششی به جای اینکه دونه دونه اندام ها رو حفظ کنید، من براتون یک دسته‌بندی میکنم که دیگه هیچ وقت یادتون نره. یادتون باشه تا انتهای مری بافت ما سنگ فرشیه. از معده به بعد که مربوط میشه به هضم و جذب و اینا، چون اختصاصی تره، میشه استوانه‌ای. پس تا انتهای مری میشه سنگ فرشی، از معده به بعد میشه استوانه‌ای. حالا یه نکته یکم خارج از کتابه، ولی قسمت خارجی مقعدم چون میرسه به سمت پوست، اونجا هم سنگ فرشیه که از نوع پوستم هست. حالا پس چی شد؟ این بافت پوششی مخاط تا انتهای مری سنگ فرشی، بقیه‌اش استوانه. بافت پیوندی سستم که خب معلومه بافت پیوندی سسته و ماهیچه مخاطی هم که ماهیچه مخاطی. این میشه لایه مخاط. لایه زیر مخاط شامل بافت پیوندی سست هست و علاوه حالا اگه غددی توش باشه که بعداً حالا بررسیشون میکنم. این هم شد زیر مخاط. پس مخاط و زیر مخاط نکتهش فقط اون بافت پوششی مخاط بود که گفتیم تا انتهای مری سنگ فرشیه و بقیهشون استوانه. حالا بخش بعدی میشه بافت ماهیچه‌ای که این یکم نکته داره. نکته اولش اینه که آقا ما ماهیچه‌هامون کلاً 3 تا: اسکلتی، صاف و قلبی.
خب لوله گوارش که ربطی به قلب نداره، پس قلبی نیست. پس یا صافه یا اسکلتیه، که اسکلتی ما توی اینجا ارادیه، صاف غیر ارادیه. اینطوری حفظ کنید که ابتدای مری و حلق و بنداره خارجی مخرج مخططن، خ زیاد داره، اینطوری یاد باشه، خارجی خ داره، مخططم خ داره، مخرجم خ داره. پس بنداره خارجی مخرج مخططه و ابتدای مری. و وقتی تو میخوای غذا رو بخوری توی ابتداش تو در واقع ارادی داری غذا رو میخوری، نیاز به حفظ کردن نداری. حالا نکته‌ای که وجود داره، این بقیه جاها که غیر ارادی و نوع صافه 2 مدلن یا 3 مدل. به طور کلی تو کل لوله گوارش ما 2 مدل ماهیچه صاف داریم، یکیش طولیه یکیش حلقویه. توی معده یک لایه اضافه تر داریم به نام مورب. معده میم داره، مورب هم میم داره، یادت باشه. پس لایه مورب توی معده است و داخلی تر نسبت به بقیه ماهیچه ها. حالا نکته ای که هست، این شد کل بافت ماهیچه. پس مخاطو که گفتیم بافت پوششیش نکته داشت، زیر مخاط هم که بافت پیوندی سس بود، بافت ماهیچه‌ای هم یکی ارادی غیر ارادیشو گفتیم، کجا اسکلتیه کجا صافه. خود اون ماهیچه صاف هم گفتیم یا طولیه یا حلقویه. توی معده هم یک لایه مورب که داخلی تر نسبت به اینا اضافه داریم. این شد کل ماهیچه لایه‌های لوله گوارش. توی بخش بیرونی هم ما در واقع بافت پیوندی رو داریم. به همین علت ما میتونیم بگیم که آقا در 4 تا لایه ما بافت پیوندی سست وجود دارد. پس در هر 4 تا لایه بافت پیوندی سست داریم. حالا نکته بعدی که برای ما مهمه تو این 4 تا لایه شبکه عصبیه که ما بهش میگیم شبکه عصبی روده‌ای که توی تنظیم گوارش بهش میپردازیم. این شبکه عصبی روده‌ای تو 2 جا وجود داره، قسمت خارجی زیر مخاط و بین ماهیچه حلقوی و طولی. پس توی لایه ماهیچه و زیر مخاط ما شبکه عصبی یافته‌ای داریم. توی زیر مخاط قسمت خارجیه، توی ماهیچه‌ای هم بین حلقوی و طولیه. حالا اونی که تو ماهیچه‌ایه خب طبیعتاً حرکات لوله گوارش رو تنظیم میکنه. اونی که توی زیر مخاطه خب ترشحات در واقع لوله گوارش رو تنظیم میکنه. اسم شبکه عصبی روده‌ای ولی از مری هست، از مری به پایین هست، میتونه مستقل از سمپاتیک و پاراسمپاتیک عمل کنه اما تحت تنظیم اونا هست. این شد کل نکات لایه‌های لوله گوارش. خب نکته‌ای که وجود داره، حالا شما باید به طور اختصاصی اینا رو توی قسمت‌های مختلف بلد باشید. مثلا بدونید که آقا مخاط مری معمولا ماده مخاطی ترشح میکنه. مخاط معده شامل حفره معده و غده معده است که حفره معده میشه یافته‌های پوششی سطحی که بیکربنات و ماده مخاطی ترشح میکنن. یافته‌های غده معده 4 تان. توی روده باریک پرزها رو داریم و توی روده بزرگ مثلا آنزیم نداریم و جذب یونها و آب داریم که اینا یکم اختصاصی تر میشه و یکم طولانیه بخوایم بگیم. توی یه ویدیو دیگه به طور اختصاصی قسمت‌های مختلف لایه‌های لوله گوارش رو مربوط به هر کدوم از قسمت‌های لایه لوله گوارش که توی مری، معده، روده باریک و روده بزرگ رو شامل میشه رو بررسی می‌کنیم. پس تا الان یاد گرفتید که این 4 تا لایه چیا هست و یاد گرفتید که تو هر قسمت به صورت جداگانه یه سری ویژگی‌های اختصاصی داره که ما اینا رو به طور اختصاصی توی یه ویدیو بررسی می‌کنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینو بفرستید برای اون رفیقتون که نیاز داره بهش. حتما سوالی داشتید کامنت کنید و اینکه لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که به محض اومدن ویدیوی جدید ازش باخبر بشید. دکترم عاشقتونه.